درخواستم اینی که موافقت کنن دیگه، چه اشکالی داره یه جایگاهی رو برای خانم‌ها در نظر بگیرن که خانم‌ها برن اونجا بشینن، حالا بازی مورد علاقه‌شون فوتبال، والیبال، بسکتبال، هر چی که هست بتونن نگاه کنن. یعنی فکر می‌کنم حق طبیعی خانم‌های جامعه ما باشه که از این حقشون استفاده کنن. تبعیض جنسیتی زنان. جیانی اینفانتینو با انتشار نامه‌ای فوری به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد باید مراتب حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران هرچه زودتر فراهم شود. در خلاصه نامه ایشان آمده است که درهای ورود به ورزشگاه به روی هواداران خانم بسته بود و جایی که تعدادی از بانوان خواهان حضور در ورزشگاه بودند توسط نیروهای امنیتی ساعتها بازداشت شدند. متاسفانه مجبورم که بگویم این برخلاف قولی است که در مارس 2018 دکتر روحانی به ما داد، جایی که به ما اطمینان داده شد که به زودی پیشرفت‌های مهمی در این زمینه حاصل خواهد شد. حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران در سالهای پیش از انقلاب 1357 آزاد بود و زنان ایرانی می توانستند بازی‌های ملی و باشگاهی را آزادانه تماشا کنند، اما در سالهای بعد از انقلاب 57 و در راستای سیاست‌های رژیم مبنی بر جداسازی زن و مرد و دیدگاه‌های مراجع تقلید شیعه در این باره محدود شد. در سالهای دهه‌های 70 و 80 این موضوع با درخواست زنان برای دیدن بازی‌های ورزشی خصوصاً فوتبال که محبوب ترین ورزش ایران است جدی‌تر شد و فشار کنفدراسیون‌های ورزشی آسیایی و جهانی برای پایان دادن به این ممنوعیت ابعاد تازه‌تری به موضوع داد. ممنوعیت تماشای بازی در ورزشگاه‌ها برای زنان تبعیض جنسی شمرده می‌شود، کاری که در رژیم ایران سابقه 40 ساله دارد. تاکنون گزارش‌های مبنی بر حضور دختران با لباس پسرانه در ورزشگاه‌ها منتشر شده است که با جریمه و حبس همراه بوده و در سالهای اخیر فعالان حقوق زنان خواستار آزاد شدن حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی مردان شده‌اند. از آن جمله می‌توان به تلاش برای ورود به بازی فوتبال ایران و آلمان در سال 1383 و همچنین کمپین دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها با شعار حق زن نیمی از آزادی، کمپین روسری سفیدها اشاره کرد. طبق نتایج نظرسنجی انجام شده در سال 1396 در گستره ملی بیش از 60% ایران موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند.